آقا این که میگن روی هر فایل کلیک نکن دقیقاً به خاطر چیه؟ این 5 دستور رو ببین تا هیچ وقت روی این فایل کلیک نکنی و سیستمت رو نابود نکنی و یاد بگیری که وقتی میگن رو هر فایلی نزن برای چی. کلیه دستورات هم نیاز به هیچ نرم افزاری نداره و فقط با نوتپد خود ویندوز نوشته میشه. دستور اول کارش اینه که یک برنامه رو تا بی‌نهایت برات اجرا میکنه و اگر مکرر اجرا بشه باعث کند شدن سیستم و از کار افتادن رم کامپیوترتون هم میتونه بشه. برنامه نوتپد رو باز میکنم و این دستور داخلش مینویسم. حالا برنامه رو با پسوند بد ذخیره میکنم و اونو اجرا میکنم. میبینید که ظرفیت رم کامپیوتر من رو به افزایش و همینطوری ادامه بده دیگه سیستمم نابوده. و تنها راه متوقف سازیش فعلا فقط ریستارت کردن سیستمه. دستور دوم برای پاک کردن کلیه محتویات یک درایو، شامل عکس، فیلم، فولدر و انواع فایل‌های صوتی و خلاصه هر چی که توی درایوتون یا توی فلش مموریتون هست و به چخ و به فنا میده. این دستور بعد از تایپ کردن و با فرمت بد ذخیره کردن و اجرا کردنش متوجه میشید که چقدر قدرتمنده و هر چی که فایل داخل فلش مموری بوده تونست پاک بکنه. به هیچ عنوان این دستور رو روی سیستم خودتون اجرا نکنید و فقط این ویدیو صرفا جهت آشنایی شما با این ویروسه. دستور سوم کارش خاموش کردن کامپیوتره. خیلی خطرناک نیست ولی اگه در فولدر استارت آپ سیستمتون قرار بگیره هر بار که شما سیستم رو روشن میکنید این فایل اجرا میشه و بعد چند ثانیه دوباره خاموش میشه سیستمتون که واقعا آزاردهنده. برای ساختنش هم فقط کافی که به این صورت عمل کنید. دستور چهارم یه حالت سرگرم کننده داره و میتونید باهاش دوستاتون هم سر کار بذارید. یه سند متنی باز کنید و دستورات زیر رو توش بنویسید. بعد از اتمام دستورات اونو با فرمت VBS ذخیره بکنید و کار این دستور اینه که یه سری دیالوگ داخل یه حلقه میفته و تا بی‌نهایت هم ادامه داره و کاربر واقعا فکر میکنه که سیستمش توسط یک هکر مورد حمله قرار گرفته. هرچی متن‌ها دارکتر ترسناکتر. برای متوقف کردنش هم فقط کافی وارد تاسک منیجر بشین و این برنامه رو از اونجا ببندینش. دستور پنجم میتونه فضای هارد رو تا هر چقدر که شما بهش عدد میدید پر بکنه. مثلا براتون یک فایل 200 گیگابایتی بسازه و کاربرم نفهمه که دقیقاً چرا هارد کامپیوترش پر شده. و اگر چندین بار این کارو بکنید حتی میتونه منجر به سوختن هارد و از بین رفتن اطلاعات سیستمش هم بشه. برای اجرای این کد حتما اونا رو روی ماشین مجازی تست و اجرا بکنید. به هیچ عنوان این دستورات رو روی سیستم‌های شخصی خودتون امتحان نکنید و اکیداً تاکید میکنم که این فایل رو تحت هیچ شرایطی حتی برای تست هم که شده برای شخص خاصی ارسال نکنید. این ویدیو صرفا جهت آگاهی شماست تا متوجه بشید که کارکرد این سری از ویروس‌های دستساز به چه صورته و مسئولیت استفاده نادرست از این محتوا کاملا بر عهده خودتون. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگرم دارید این ویدیو رو از اینستاگرام می‌بینید مرسی که پیج منو فالو می‌کنید.